سلام دوستان عزیز به چنل نورا خوش آمدین. بیاین که به ادامه درس های HTML امروز تیبل رو در HTML آغاز کنیم که جدول ها در HTML چی هستند. تیبل یا جدول ها در HTML با تگ تیبل نمایش داده میشه که به خاطر ساخت جدول ها در HTML استفاده میشه و همچنان یک جدول به صورت دو بعدی یعنی از رو و کالم میتونیم بسازیم با استفاده از تگ تیبل که من در صفحه بعدی به مثال به شما توضیح میدم، نشون میدم که چه قسمی هم تیبل ما رو داره. ببینین نیم، لاست نیم و ایج که به امتداد هم هستن یک رو حساب میشه، ولی خود نیم خودش یک کالم حساب میشه که به صورت ستونی یعنی به صورت عمودی هست. نیم، علی، اینا همگی اینا یک کالم هسته. و HTML تیبل دیتا چی هسته؟ هر تیبل یا هر جدول در HTML متشکل از کالم ها و روها هسته که هر یعنی هم از رو ساخته میشه و هم از کالم به صورت دو بعدی. و هر تیبل دیتا هم همون کانتنت ما در داخل تیبل دیتا قرار میگیره یا همون کالم ما به اسم تیبل دیتا یاد میشه که به TD نمایش داده میشه، یعنی TD مخفف تیبل دیتا می باشه که ما هر کانتنت که بخوایم اضافه کنیم در داخل تیبل دیتا اضافه میکنیم. و به ادامه ببینین شما که ما وقتی میخوایم یک تیبل تعریف کنیم اول باید تگ تیبل رو تعریف کنیم و به اندازه‌ای که میخوایم رو بدیم باید تگ TR و به اندازه‌ای که میخوایم کالم بدیم باید از تگ TD اضافه کنیم یا تیبل دیتا که هر کانتنتی که میخوایم اضافه کنیم مثلا نیم، احمد، ایجده، ایج باید در داخل تگ TD بدیم. و تیبل رو چی هست؟ رو TR که در داخل کد شما دیدین مخفف تیبل رو هسته که به خاطر از اینکه ما به داخل تیبل رو اضافه کنیم از تگ TR استفاده میکنیم. مثلا برای مثال شما نگاه کنید تگ تیبل بعد تگ TR و بعد تگ TD که TD هر کانتنت که هر کالمی که هسته تگ TD اضافه کردیم و به ازای هر روی که هسته تگ TR و به ازای هر کالم که هسته تگ TD. به این مثال شما نگاه کنیم ما 3 تا رو داریم چون 3 تا TR داریم و تگ TR باید باز بشه و بسته بشه. ما اگه خواسته باشیم که همین اول کالم ما به صورت بولد باشه یا به صورت هیدر باشه باید از تگ هیدر تیبل هیدر استفاده کنیم که تیبل هیدر یعنی که ما به جایی که کانتنت قرار میدیم به جای TD از TH استفاده کنیم که به اون صورت کانتنت ما به صورت بولد قرار میگیره. ببینین ما مثلا TR تعریف کردیم و بعد داخلش تگ TH تعریف کردیم که حال نیم و ایج به صورت بولد نمایش داده میشه و به ادامه اون قسمت هایی که نمیخوایم بولد باشه با تگ TD. تشکر دوستان که تا این لحظه همراه بودین. به خاطر دیدن مثال های بیشتر و اکسرسایز های بیشتر ویدیوی بعدی را حتما ببینید. تشکر.